جنوب میدان فردوسی در میان ساختمان‌های مدرن بنای آجری و قدیمی که 40 سالی است خاموش شده به چشم می‌خورد. این بنا که بیش از 90 سال سن دارد از تخریب‌های سال 57 باقی مانده و امروز به عنوان مکانی برای نمایشگاه‌های هنری تبدیل شده. کارخانه آرگو یا دلستر شمس به همت بنیاد پژمان خریداری و بازسازی شده و اکنون کافه آرگو محلی مناسب برای وقت گذرانی‌های کوتاه شما می باشد. کافه آرگو منتظر دیدار شماست. به امید دیدار.